عادتا هر یک کس به مغازه برآمدن چیزهای لازمی خود را میخرد. این کار هر روزه ما است. اما فرقیت اساسی ما از دیگران در آن است که در اینجا خریدار نه تنها محصولات میگیرد، بلکه یک امکانیت بهترین برای گرفتن درآمد اضافی به دست میآورد. وقتی خریدار اینجا بار اول خرید میکند، به هر یک خریدار رمز انفرادی یعنی ریفرال کد داده می شود که این رمز به خریدار امکانیت میدهد که دیگران را به اینجا دعوت کرده از خرید آنها پول کار کنند. به اینجا دعوت کردن خریداران خیلی آسان است. شما باید ریفرال کد خود را با تلگرام، واتساپ و عموما شبکه‌های اینترنتی به شناس نزدیکان، پیروان و حتی آدمان بیگانه هم فرستید. وقتی که آنها ریفرال کد شما را میبینند و ثبت میکنند، آنها به طور اتوماتیک به مارکت پلیس ما میآیند. پس هر کسی که با رمز شما ثبت شده خرید میکند، به شما 5% از مبلغ خرید آنها همچون بونوس پول جدا می شود. عموما سیستم بونوسی ما 6 زینه دارد که هر یک آنها به شما درآمد پولی می‌بیارد. یکم زینه هر کسی را که خود شما مستقیما با ریفرال کد خود دعوت میکنید، 5% از خرید آنها به شما مکافات پولی داده می شود. دوم زینه وقتی آدمان دعوت کرده شما شناس نزدیکان خود را نیز به این مارکت پلیس دعوت میکنند، به شما مال 15% از خرید آنها نیز مکافات پولی جدا میگردد. سوم، چهارم، پنجم و در ششم زینه هم از مبلغ خرید آنها به شما مال 15% مکافات پولی نیز جدا میگردد. مثال عادی، شما یک دوست خود را به این مارکت پلیس دعوت کردید که او به مقدار 400 سومانی در اینجا خرید کرد، به شما 5% یعنی 20 سومانی مکافات پولی جدا میگردد. پس دوست شما خواهر خودش را نیز به همین مارکت پلیس دعوت کرد که او نیز خرید کرد، به شما مال 15% از خرید او نیز جدا میگردد. و همین خیلی از سوم، چهارم، پنجم و ششم زینه 0.15% از هر خرید آن آدمانی که حتی شما نمیشناسید مکافات پولی جدا میگردد. اینک آدمان برای خود خرید میکنند، شما باشد پول کار میکنید. از روی این برنامه بونوسی چند سامانی کار کردن هر یک خریدار را من در ویدیو نوبتی با پررگی نشان میدهم و میفهمانم تا اینکه شما آن امکاناتی که ما پیشنهاد کردیم با پررگی درک کنید. لطفاً ویدیو نوبتی را تماشا کنید و در اصل چند سامان در اینجا کار کردن را فهمید.